فروردین، از یک بلا تکلیفی یا سردرگمی خارج میشی. اگر این روزها سردرد، معده‌درد و یا دردهای جسمی داری، میتونی به خاطر ضعف اعصاب و یا فشارهای روحی باشه که روی شما هست ولی ازتون رفع میشه. اگر این روزها با کسی بحثی کردین، بحث تبدیل به صلح و آشتی میشه. یه خبر خوش از سمت خانومی که مستقله یا شاغله خواهی داشت. این خبر میتونه برات بسیار خوشحال کننده باشه. اگر خودت پیگیر کاری هستی، برات اشتغال داده. برات یک پیغام احساسی و عاطفی کاملا غیر منتظره در راهه که از یک کلافگی فکری خارج میشی. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. اردیبهشت، آقای جوانی باعث عصبانیتت و ناراحتیت میشه، ولی بلافاصله خودش پشیمون و ناراحت مجدد به سمتت میاد و ازت عذرخواهی میکنه. منتظر پولی اگر هستی و یا شخص قولی در زمینه یک مسئله مالی داده، خیلی به سختی برات انجام میشه. کمی این روزها کلافه و سردرگم هستی و یا حتی کسالت جسمی ممکنه برات به وجود بیاد که کاملا موقتیه و ازت رفع میشه. خرید و فروش طلا یا سکه رو در پیش داری. از سمت شخصی که حروف اسمی سین، الف، جیم داره، یک خبر خوش احساسی در پیش رو خواهی داشت. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. خرداد ماه، بعد از یک کلافگی بزرگی که روی زندگیت اتفاق میفته، تصمیم به انجام کاری میگیری که روی این کار برات موفقیت 100% در راهه. میتونه در زمینه یک مسئله شغلی یا مالی برات باشه. اگر در صدد تشکیل خانواده هستی، برات این اتفاق به خوبی و خوشی رقم خواهد خورد. اگر در انتظار فرزند هستی، برات خبر خوش از جانب فرزند رو داده. یک تصمیم رو با جدیت و کاملا منطقی و البته با مشورت میگیری که میتونه بسیار برات پرسود و منفعت باشه. آناهیتا میگه اگر در فکر مهاجرت هستی، این اتفاق رقم میخوره. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرد. تیر ماه، از سمت آقایی که سن بالای 40 سال داره و حروف اسمی ه، الف، که داره، یه خبر خوشی مالی برات در راهه. زندگیت به زودی دستخوش تغییر و تحولات مثبت و عالی قرار خواهد گرفت. از یک بنبست، شکست و یا ناراحتی خارج میشی. فردی خوش اقبال و خوش شانس هستی و به زودی ستاره بخت و اقبال و شونت خواهی داشت. اطرافیانت بسیار چشم تنگ و حسود هستند ولی راه به جایی نمیبرن. اگر در رابطه‌های عاطفی هستی، برای مدتی بینتون مشکلاتی وجود میاد که این مشکلات میتونه کاملا مقطعی و موقتی باشه. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. مرداد ماه، با یک وکیل یا پزشک دیدار و ملاقاتی داری که برات روشن داده. از سمت شریک احساسی برات خبرهای عالی و خوشی در راهه. اگر متأهل هستی، میتونه از سمت همسرت باشه و اگر مجرد هستی، خبرهای خوبی در زمینه یک مسئله احساسی و حتی ازدواج برات در راهه. غمی یا بغضی رو داری که این ناراحتی تبدیل به شادی میشه. خیلی زندگی تو چشم و خیلی زود چشم در رود تاثیر میذاره. سعی کن صدقه بدی تا از انرژی و چشم نظر بد به دور باشی. دیدار عاطفی بسیار مثبت و خیلی هم در انتظارته که خوشحالت میکنه. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی مثبت این فال بهت برگرده. شهریور ماه، تا 2 زمان دیگه از یک گره بستگی یا مشکلات که روی زندگیت داره خارج میشی و اتفاق عالی برات در راهه. اگر توی خونه و خانواده مشکلات مالی و یا تنگناهای مالی داشتید یا دارید، برات این مشکلات تا برج 10 رفع میشه و معجزه برات رخ میده. به زود شاهد تغییرات و تحولات عالی توی زندگیت خواهی بود. حالا آناهیتا میگه چرخه اقبال و سرنوشت قراره که تغییرات مثبت و عالی رو داشته باشی. در زمینه کار پیشرفت و موفقیت رو داری. اگر در زمینه یک مسئله احساسی دلنگران هستی، تا 3 زمان آینده خوشحالی داری. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. مهر ماه، صحبت‌های خرید و فروش و یا معامله بین خودتون و یا اعضای خانواده‌ت هست که کاملا برات عالی داده. اگر الان از زندگیت و موقعیتی که داری راضی نیستی، به زودی شاهد تغییرات خوبی روی زندگیت خواهی بود. سفر، جابجایی و یا مهاجرت بزرگ در انتظارته. اگر صحبت خواستگاری و ازدواجی توی خونه و خانواده هست، میتونه منجر به عقد و ازدواج بشه.
فعال آناهیتا میگه از لحاظ کاری مشکلاتی برات وجود میاد. تغییرات و پیشرفت‌های بزرگ در زمینه مسئله کاری تا 7 زمان آینده در پیش خواهی داشت. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فعال بهت برگرده. آبان ماه: اگر مدتیه توی زندگی کلافگی، اعصاب خوردی، ناراحتی و یا حتی از لحاظ احساسی احساس سرخوردگی میکنی، این احساسات کاملا موقتی و برات رفع میشه. از سمت آقایی که سن بالایی داره در زمینه کار اداری برات خوشحالی اتفاق میفته. اگر کسی رو بلاکش کردی و یا بلاکت کرده، دوباره مجدد رابطه‌ای بین شما دو نفر برقرار خواهد شد. اگر قرار بوده کسی برات کاری انجام بده، به سختی این کار برات انجام میشه. در زمینه یک مسئله احساسی برات تا 3 زمان آینده یه خبر خوش شبیه یه معجزه رقم میخوره. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. آذر ماه: اگر کسی بهت پیشنهاد کاری داده، بهتره قبل از اینکه بهش جواب رد بدی روش خوب فکر کنی، چون این مسئله شغلی میتونه برای آینده بسیار عالی و خیر باشه. اتفاق شبیه یه معجزه از لحاظ مالی و کاری برات در راهه. میتونه از سمت یک خانومی باشه که سن بالایی داره و روی یک مسئله مالی حمایتگر خوبی برات باشه. اگر پیگیر یک کار قانونی و یا اداری هستی، به سختی و یا با واسطه شخصی این مسئله میتونه به نفع خودت به اتمام برسه. پیشنهاد سفری بهت میشه که بهتره قبول کنی، برات خوب داده. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. دیما: در زمینه کار هنری برات موفقیت‌های بزرگ و زیادی در راهه. اگر با کسی قهری یا مشکلی و کدورتی بین شما و شخصی هست، تا 6 زمان آینده آشتی و دیدار در پیش دارید. هدیه، کادو، سوغاتی یا گل یا حتی پولی بین خودت و شخصی در حال رد و بدل شدنه. این قضیه باعث شادیت میشه. اگر درگیر یک کار اداری و قانونی هستی که به سختی برات انجام شده، در نهایت موفقیت و خوشحالی خواهی داشت. در زمینه وام و یا یک مسئله مالی که خیلی دوندگی داره، در نهایت برات موفقیت در راه و از بابت یک قضیه مالی تا آبان ماه خوشحالی خواهی داشت. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. بهمن ماه: تو زندگیت از لحاظ مالی 2 زمان گره افتاده و این گره تو رو نگران و ناراحتت کرده، ولی فالت میگه از این نگرانی‌ها خارج میشی. اگر روی یک موضوع بلا تکلیفی و یا سردرگمی داری و سر دوراهی گیر کردی، از این دوراهی و بلا تکلیفی تا آبان ماه خارج میشی و اتفاقات خوش مالی و کاری و حتی احساسی برات در راهه. اگر قصد تغییر و تحول توی زندگیتون داری، این تغییرات بسیار مثبت و عالی برات در راهه. اگر در گذشته ضربه یا شکستی داشتی، چه از لحاظ احساسی و چه مالی، به زودی زود برات جبران میشه. درآمدت از چیزی که الان هست بیشتر میشه. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فال بهت برگرده. اسفند ماه: اگر منتظر زنگ تماس یا پیامی هستی، با کمی چشم انتظاری این زنگ و تماس و پیام به سمتت خواهد آمد. با یک مشاور و یا روانشناس و یا شخصی که در یک مسئله خاصی تخصص داره صحبت‌هایی می‌کنی. مشورت‌هایی می‌گیری که کاملا میتونه به نفعت باشه. اگر قراره یه تصمیم مهم راجع به قضیه‌ای هست، حتما با مشورت جلو برو، چون ممکنه به ضررت باشه. بین شما و شریک عاطفیتون اگر مشکلاتی هست، تا 2 زمان آینده رفع میشه و خوشحالی تو محیط خانواده از لحاظ یک مسئله مالی رو خواهید داشت. لایک کن و کد کیهانی 777 رو کامنت بذار تا انرژی‌های مثبت این فعال بهت برگرده. همراهان همیشگی کانال فعال و پیشگویی آنایتا، ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشم کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.